هست اندر صورت هر قصه‌ای، نکته بینان را ز معنی حصه‌ای. حکایت‌های شیرین و شنیدنی. در جزیره زیبا تمام حواس آدمیان زندگی می‌کردند. ثروت، شادی، غم، غرور، عشق و روزی خبر رسید که به زودی جزیره به زیر آب خواهد رفت. همه ساکنین جزیره قایق‌هایشان را آماده و جزیره را ترک کردند. اما عشق می‌خواست تا آخرین لحظه بماند، چون او عاشق جزیره. وقتی جزیره به زیر آب فرو می‌رفت، عشق از ثروت که با قایقی با شکوه جزیره را ترک می‌کرد کمک خواست و به او گفت: آیا می‌توانم با تو هم سفر شوم؟ ثروت گفت: نه، من مقدار زیادی طلا و نقره داخل قایقم هست و دیگر جایی برای تو وجود ندارد. پس عشق از غرور که با یک کرجی زیبا راهی مکان امنی بود کمک خواست. غرور گفت: نه، نمیتوانم تو را با خود ببرم، چون تمام بدنت خیس و کثیف شده و قایق زیبای مرا کثیف خواهی کرد. غم در نزدیکی عشق. پس عشق به او گفت: اجازه بده تا من با تو بیایم. غم با صدای حزن‌آلود گفت: آه عشق، من خیلی ناراحتم و احتیاج دارم تا تنها باشم. عشق این بار سراغ شادی رفت و او را صدا زد، اما او آنقدر غرق شادی و هیجان بود که حتی صدای عشق را هم نشنید. آب هر لحظه بالا و بالاتر می آمد و عشق دیگر ناامید شده بود که ناگهان صدایی سال خورده گفت: بیا عشق، من تو را خواهم برد. عشق آنقدر خوشحال شده بود که حتی فراموش کرد نام پیرمرد را بپرسد و سریع خود را داخل قایق انداخت و جزیره را ترک کرد. وقتی به خشکی رسیدند، پیرمرد به راه خود رفت و عشق تازه متوجه شد کسی که جانش را نجات داده بود چقدر بر گردنش حق دارد. عشق نزد علم که مشغول حل مسئله‌ای روی شنهای ساحل بود رفت و از او پرسید: آن پیرمرد که بود؟ علم پاسخ داد: زمان. عشق با تعجب گفت: زمان؟ اما او چرا به من کمک کرد؟ علم لبخندی خردمندانه زد و گفت: زیرا تنها زمان است که قادر به درک عظمت عشق است. گذشت زمان بر آنها که منتظر میمانند بسیار کند، بر آنها که میهراسند بسیار تند، بر آنها که زانوی غم در بغل میگیرند بسیار طولانی و بر آنها که به سر خوشی میگذرانند بسیار کوتاه است. اما بر آنها که عشق می‌ورزند زمان را هیچگاه آغاز و پایانی نیست، چرا که تنها زمان است که می‌تواند معنای واقعی عشق را متجلی سازد.